سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی چنل. من ابوالمنم و میخوام توی این چنل 0 تا 100 بازی ای فوتبال رو برای شما پوشش بدم. اولین کاری که برای اجرای بازی لازمه اینه که شما نرم افزار استیم رو روی سیستمتون نصب و اجرا کنید. حالا شاید بعضیا بگن که استیم چیه، چیکار میکنه؟ توی یه جمله بخوام بهتون بگم، بهشت گیمر است. بریم رو صفحه بهتون توضیح بدم بعد چیکار کنیم. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب برای اینکه استیم رو نصب کنیم وارد مرورگر میشیم، سرچ میکنیم استیم، سایت خود استیم رو میریم داخل. وقتی وارد شدیم این بالا گزینه اینستال استیم اینو میزنیم، بعد میایم پایین و گزینه اینستال استیم شروع میکنه به دانلود شدن. بله، وقتی دانلود شد شروع میکنیم نصب کردن. خب وقتی استیم رو نصب کنیم وارد استیم بشین، همچین پنجره‌ای براتون باز میشه که میگه اگه اکانت داری مشخصاتتو وارد کن و لاگین کن. برای کسی که اولین بار استیم رو نصب میکنه باید یک اکانت برای خودش بسازه. این پایین گزینه create a free account رو میزنیم که یه اکانت برای خودمون درست کنیم. یه همچین پنجره‌ای باز میشه. تو ردیف اول ایمیل آدرس باید آدرس ایمیلتون رو بنویسین. تو ردیف دوم باید دوباره آدرس ایمیلتون رو تایید کنین و ردیف سوم که میگه کشورتون رو انتخاب کنید. خیلی مهمه دوستان، ایران رو انتخاب نکنید حتی الامکان، چون که جدیدا یه موج تو فضای مجازی رو افتاده که اکانت های ایرانی رو استیم داره بند میکنه، یعنی مسدود میکنه و شما عملا انگار پاک شده اکانتتون. واسه همین تا میتونید ایران رو انتخاب نکنید. کشورهای همسایه‌تون ترکیه، اماراتی، جایی انتخاب کنید. یه نکته مهم دیگه هم که وجود داره اینه که شما هر کشوری رو در این قسمت انتخاب کنین، وقتی بخواید توی اکانتتون بازی رو خریداری کنین، حالا ای فوتبال که ما میخوایم به قولی پوشش بدیم رایگانه، کاری نداره، ولی خب یه موقعی که خواستین یه بازی دیگر رو خریداری کنین، در واقع با پول همون کشوری که اینجا انتخاب کردین، با واحد اون پول باید خریداری کنین. برای مثال شما اگه آمریکا رو انتخاب کنین، بازی‌ها رو باید به دلار بخرین که فکر نکنم همچین قصدی داشته باشین با این قیمت دلار. اگه ترکیه رو انتخاب کنید به واحد پول لیر حساب میشه. آرژانتین باشه پزو، روسیه باشه روبل روسیه و حالا واحدهای دیگه. حالا من الان مشخصاتم رو وارد میکنم، یه اکانت میسازم که بهتر یاد بگیرید. خب دوستان من الان مشخصاتم رو وارد کردم، روی گزینه کانتینیو میزنم. آقا وقتی با همچین پنجره‌ای روبرو میشیم این داره میگه که من یه اطلاعیه فرستادم به جیمیلی که برای من نوشتی ثبت کردی. حالا ما باید چیکار کنیم؟ باید بریم حساب جیمیل یا ایمیلمون رو باز کنیم، یه کد یا یه تاییدیه‌ای توی اون جیمیل برای ما فرستاده که اونجا تایید کنیم تا اینجا حسابمون تایید بشه و ساخته بشه. حالا من روی گوشی نشونتون میدم، ببینید تو حساب جیمیل من استیم یه ایمیل فرستاده. اینو من الان گزینه آبی رو بزنم تایید میشه و روی کامپیوترم برای من الان تایید شد. الان پنجره جدیدی برای من باز شد، به من میگه که اسم اکانت استیمت رو بنویس، یه رمز براش تعیین کن و رمز رو تایید کن. من این مواردی که می‌خواست پر کردم، گزینه دان رو میزنیم و پلیس کلوز ویندو کلیک کنید، اینکه ببندید پنجره رو کانتینیو کلیک کنید تا بتونید با اکانت جدیدتون لاگین کنید. حالا من با اطلاعات اکانتی که ساختم اینجا لاگین میکنم، یوزرنیم و پسورد وارد میکنم و بعد وارد میشم. بعد اینکه لاگین میکنین یک کد به ایمیلی که اینجا ثبت کردین میاد، اون کد رو بعد اینجا وارد کنید. خب من الان کد رو وارد کردم و رسما وارد استیم شدم. الان لاگین کردم رو اکانتی که ساختم. این فضای استیم هستش و شما بازی رو میتونید دانلود کنید، خریداری کنید. مثلا این بازی الان قیمتش اینجا نوشته شده $14.99. حالا اینجا الان به دلار نوشته شده، USD نوشته اگه اشتباه نکنم. ما برای اینکه ای فوتبال رو پیدا کنیم تو این قسمت سرچ میکنیم، ای فوتبال روش کلیک میکنیم باز میشه. همونطور که میبینین فری هستش. اینجا اد تو لایبرری رو میزنیم تا به قسمت کتابخونه یا اون قسمتی که جدا میکنه بازی‌ها رو اضافه بشه. تو قسمت کالکشن میتونیم بازی‌ها رو ببینیم. اینجا ای فوتبال هستش. اینجا حالا من چون دانلود کردم زده پلی، حالت گزینه اینستال هستش، میزنین درایوی رو که میخواین توش انتخاب کنین که بازی اونجا ریخته شه رو انتخاب میکنین، میزنین دانلود که شد، بعد میتونین وارد بازیشین و لذت ببرید. خب دوستان اینم از محتوای اولین ویدیو. با نرم افزار استیم آشنا شدید، با نحوه نصب ای فوتبال هم آشنا شدید. از ویدیوهای بعدی میریم داخل بازی، نکات آموزشی رو یک به یک براتون توضیح میدم، پایه و اصولی بیایم بالا. اگه چنل ما رو دوست داشتید سابسکرایب کنید، به رفیقاتون معرفی کنید، لایک کنید، قوت قلبی برای من، کامنت بذارید، حتما میخونم جواب میدم و حمایتمون کنید که تازه خیلی راه داریم. تا ویدیوهای بعدی، یا علی مدد.